قبلا در مورد سیاهی زیر چشم و مشکلاتش و درمانش صحبت کردیم با هم. امروز میخوایم در مورد فیلر زیر چشم با هم صحبت کنیم. خیلی خوش آمدید به پیج تهران فیلر. من دکتر مجید هستم. امروز میخوام که محصول فاین هیدرویوم مال شرکت تهران فیلر که از مولکول‌های خیلی خیلی کوچیکی با جی پرایم پایین در حقیقت تولید شده به شما معرفی کنم. در مورد سیاهی زیر چشم، وقتی که در معاینه با انگشت وقتی باز کردیم و دیدیم که سیاهی با باز کردن انگشتای ما کاملا از بین میره، این نشان دهنده اینه که تیرتراف و خود زیر چشم حتما باید با فیلر بهبود پیدا کنه. این کار باعث میشه که از افتادن سایه ها روی پلک زیرین جلوگیری کنه و شکل بهتری به پوست بیمار، به زیر چشم بیمار بده و باعث تقویتش میشه. حتما تهیه کنید 2 تا 1 cc در داخل یک جعبه و خیلی ممنون که به پیج تهران فیلر اومدید. حتما همدیگر دوباره میبینید.